به مطالعه ما از کتاب اول قرنتیان خوش اومدین. امروز ما بعضی از روش‌هایی رو بررسی می‌کنیم که در اونها پولس با محبت با مشکلات کلیسای قرنتوس برخورد می‌کنه. در حالی که ممکنه ما نامه پولس به رومیان رو یک شاهکار الهیاتی بنامیم، اولین نامه او به کلیسای قرنتوس یک شاهکار شبانیه. 16 باب این نامه فهرستی از مسائلیه که اتحاد و قدرت شهادت اونها در اجتماع رو تهدید میکرد. اونها متوجه نبودن که بعضی از مشکلاتشون مشکله، مثل تفرقهشون بر سر اقتدارهای محبوبشون. با این حال مشکلات دیگه‌ای وجود داشت که اونها به طور خاص درباره‌شون سوال میپرسیدن. مثل اینکه آیا اجازه داشتن گوشتی که قربانی بت‌ها شده بود و حالا فروخته میشد رو بخورن یا نه؟ پولس همچنین با بی اخلاقی، شکایت ایمانداران از همدیگه، مسائل مربوط به ازدواج، جایگاه زنان در کلیسا و اعمال مشکل آفرین در انجام آیین عشا برخورد میکنه. او در مورد بی‌نظمی عمومی جلسات اونها و بعضی از تفکرات اشتباه اونها در مورد عطایای روحانی و امید رستاخیز صحبت میکنه. در 4 باب اول پولس به مسئله تفرقه میپردازه. ایمانداران قرنتوس سر اینکه بهترین رهبر کیه با هم دعوا داشتن. پولس با تحیر میگه آیا مسیح تقسیم شده است؟ او میپرسه آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟ پولس رسول میگه که اگه یک مسیحی به این شکل دچار تفرقه شده، در رابطه او با مسیح مشکلی وجود داره و همچنین در رابطه او با اون رهبر هم مشکلی وجود داره. برای یک مسیحی همیشه مسیح باید اول باشه. پولس قرنتیان و ما رو ترغیب میکنه که در مورد تنها منبع حقیقی و قابل اعتماد ایمانمون فکر کنیم. مسیح که تقسیم نشده. هر رهبری که عمدن خودش رو مجرای نزدیک شدن پرستندگان به عیسی قرار بده، معلم دروغینه که نباید به اون اعتماد کرد. هر پرستنده‌ای که یک رهبر انسانی رو مجرای نزدیک شدن به مسیح قرار بده، خودش و اون رهبر رو در موقعیت خطرناکی قرار داده. در باب 5 پولس با مشکل بی اخلاقی برخورد میکنه. در اینجا او به وضوح اعمال کسانی که در کلیسا هستند رو قضاوت میکنه. ما این رو میدونیم چون در اول قرنتیان باب 5 آیه 3 پولس از واژه حکم در مورد مردی استفاده میکنه که در رابطه گناه آلود زنا با نامادری خودشه. او می نویسه زیرا هرچند من در جسم میان شما نیستم اما در روح با شمایم و همکنون چون کسی که در میان شما حاضر است حکم خود را در خصوص کسی که دست به چنین کاری زده است صادر کردم. پولس این افراد را سرزنش میکنه چون اونها بر این مرد حکم نمیکردن. او ادامه میده اما اکنون به شما می نویسم که با کسی که خود را برادر میخواند اما بی عفت یا طماع یا بتپرست یا ناسزاگو یا میگسار و یا شیاد است معاشرت نکنید و با چنین کس حتی همسفره مشوید. آیا داوری درباره آنان که در کلیسایند بر عهده شما نیست؟ آن بدکار را از میان خود برانید. اول قرنتیان باب 5 آیات 9 تا 13. خیلی ها دوست دارن از متی باب 7 آیه 1 به عنوان سپری در مقابل تمام تلاش هایی که کلیسا برای رویارویی با گناه انجام میده استفاده کنن. با بینشی اندک نسبت به معنای زمینه‌ای متن، مسیحیان و غیر مسیحیان دوست دارن این آیه رو تکرار کنن. داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. چطور میشه اصلاً هیچ چیزی رو قضاوت نکرد؟ این مستلزم کنار گذاشتن همه معیارهای اخلاقی و اجتماعیه. خبر خوب اینه که کلام خدا نمیگه هرگز داوری نکنید. متی باب 7 میگه نکته مهم در مورد داوری کردن اینه که اول از همه خودتون رو قضاوت کنین. بعد از اینکه خودتون رو قضاوت کردین، اون وقت میتونید به درستی ببینین و برادرتون رو قضاوت کنین. شما مسئولیت دارین که برادرتون رو قضاوت کنین، اما باید همون استاندارد رو برای خودتون به کار بگیرین. این شما رو فروتن، فهیم و فیاض نگه میداره. کلام خدا میگه که موارد خاصی وجود داره که شما در اونجا صلاحیت داوری خوب یا بد رو ندارین. مثل انگیزه ها، چه انگیزه های خودتون باشه، چه دیگران. پس در این زمینه ها قضاوت نکنید. با این حال در باب 5 پولس به قرنتیان میگه شما باید ایمانداران کلیساتون رو داوری کنید.
اما همینطور که متی 18 میگه این کار شما رهایی بخش باشه. روزی میاد که همه انسانها و همه لشکریان آسمان و جهنم به صحن داوری فرا خوانده میشن. اون داوری نهایی و ابدی خواهد بود. ما همچنین مأموریت بزرگ خدا رو در پیدایش باب 9 آیه 6 داریم که میگه هر که خون انسان ریزد خونش به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. در اینجا خدا فرمان میده که انسانها باید بزرگترین داوری زمینی رو در حق کسانی که به هم نوعانشون صدمه میزنن انجام بدن. این کار توهین بزرگی به آفریننده اونهاست، چون انسانها صورت خدا در دنیا هستند و برای همین دارای حقوق اولیه خدادادی هستند که باید حفظ بشه. خدا چون این قدرت داوری رو به کسانی که برای ایجاد حکومت منصوب شده اند میده. در عین حال این ایده داوری رهایی بخش برای الهیات کتاب مقدسی بسیار مهمه که در دو سطح شخصی و حکومتی عمل میکنه. در سطح حکومتی پیدایش باب 9 آیه 6 رهایی جامعه بشری رو در نظر داره و از رسیدن نسل بشر به سطحی از فساد که در ابتدا باعث طوفان شد جلوگیری میکنه. شریعت کتاب مقدس و رسوم یهودی در پاسخ به این قوانین محدودیت‌های زیادی رو برای رسیدگی‌های دادگاه تعیین میکنه و الزاماتی رو برای بررسی شهود و قضات تعیین میکنه. این محدودیت‌ها به مجازات مرگ اجازه میده تا به عنوان یک بازدارنده رهایی بخش عمل کنه، نه به عنوان یک سلاح بی‌پروا برای سرکوب. در سطح شخصی به ویژه در مدیریت انجیل و بدن مسیح، داوری به منظور تضمین توبه و رستگاری برای گناهکاره. برای قوم داوری برای جماعت نجات بخشه و ترس خدا رو در اجتماع زنده نگه می‌داره. ما اینو در اعمال باب 5 در ماجرای کشته شدن حنانیا و سفیره توسط خدا می‌بینیم. باید توجه داشته باشیم که این ماجرا با بیان جزئیات تأثیر قدرتمندی که این رویداد بر اجتماع داشت به پایان میرسه. و در اعمال رسولان باب 5 آیه 11 میگه آنگاه ترسی عظیم بر تمامی کلیسا و همه آنان که این را شنیدند مستولی شد. مسئولیت کلیسا برای قضاوت در مورد خودش و پاک نگه داشتن تاریخ‌هاش در نتیجه این قضاوت الهی به سرعت برای ایمانداران قرنتوس واقعی شد. حتی اینجا پولس با وجود خشمش از کوتاه اومدن کلیسا در برابر چنین بی اخلاقی باز به رستگاری فکر میکنه و در اول قرنتیان باب 5 آیه 5 میگه این مرد را به شیطان بسپارید تا با نابودی نفس گناهکار روح در روز خداوند عیسی نجات یابد. این به اون معنا نیست که کلیسا باید گذشته رو بیرون بکشه و افراد رو بدنام کنه. پولس مردم رو به خاطر گناهان گذشتهشون تحقیر نمیکنه. این کار دقیقاً همون قضاوتگر بودنه. اما با این مرد مقابله میشد چون گناهش استمرار داشت و همه میدونستن که داره اتفاق میفته. برای همین تنها دلیلی که پولس تا جایی پیش میره که قطع ارتباط رو توصیه میکنه اینه که این مرد حاضر به توبه نبود. هیچ گناهی در بدن مسیح وجود نداره که خدا نتونه اونو ببخشه و فراموش کنه. اگه باهاش مقابله بشه، ازش توبه بشه و کنار گذاشته بشه. با این حال گناه مداوم باید به چالش کشیده بشه چون تقدس مهمه. ما اینجا به یک هشدار مهم درباره عبارت رایجه ببخش و فراموش کن نیاز داریم. خدایی که از همه چیز از جمله اسرار قلب ما آگاهه، گناهان ما رو تنها برای این فراموش میکنه که در زمان داوری بر ضد ما ازشون استفاده نکنه. با این حال پیشنهاد فراموش کردن برای ما در یک جامعه مسیحی امری دشواره. اولاً با وجود اینکه در صورت توبه واقعی میتونیم تقریباً بابت هر گناهی بخشیده بشیم، اما همچنان عواقبی برای اعمال ما وجود داره. بعضی گناهان شامل اتهامات کیفری هستند که نمیشه اونها رو نادیده گرفت. بعضی از گناهان ناشی از نقص‌های عمیق شخصیتی هستند که نمیشه اونها رو نادیده گرفت. بعضی از گناه‌ها اونقدر عمیق به ما آسیب میزنن که بهبودی از اونها میتونه به سالهای متمادی شاگردسازی دشوار نیاز داشته باشه. بعضی از گناه‌ها اونقدر جدی هستند که ما باید همیشه مراقب عود کردن‌های احتمالیشون باشیم. ما میتونیم برای کارهایی که انجام دادیم بخشیده بشیم،
اما هرگز نباید فراموش کنیم که در فرایند تقدیس شدگیمون کی هستیم و کجا قرار داریم. ما باید بدونیم که به عنوان انسان نمیتونیم قلب رو ببینیم، پس باید احتیاط کنیم. ما ممکنه بخشیده بشیم، اما آیا کسی که سابقه آزار جنسی کودکان رو داشته باید اجازه پیدا کنه با کودکان کار کنه؟ نه. ممکنه اعتیادها و بی اخلاقی‌های گذشته ما بخشیده بشن، اما آیا همسر آینده احتمالی ما باید قبل از تعهد مادام العمر تأثیر اینها رو بر اعتماد و صمیمیت زناشویی به طور جدی بسنجه؟ بله، باید بسنجه. آیا بعضی ناکامی‌های اخلاقی یا تجارب تاریک یک فرد رو برای خدمت بی‌صلاحیت میکنه؟ یا دست کم سوالات جدی در مورد حکمت قرار دادن اون در چنین موقعیت‌هایی ایجاد میکنه؟ بله. بعضی از اونها قطعاً باید به ما عدم تمایل عمیقی بدن. چند لغزش اخلاقی باید اتفاق بیفته تا ایده بازگشت به خدمت تبدیل به توهین به مقدسات بشه. بخشش یک فیض قدرتمنده، اما فراموش کردن یک امر بسیار سوال برانگیز و پیچیده در روابط اجتماعی مثل کلیساست. حالا در اول قرنتیان باب 6 پولس به طور مختصر به مشکل مسیحیان قرنتوس که همدیگر را به دادگاه میکشوندن میپردازه، اما بلافاصله به موضوع بی اخلاقی برمیگرده. او گناه جنسی رو کاملا جدی میگیره و در اول قرنتیان باب 6 آیات 18 تا 20 میگه: از بی‌عفتی بگریزید. هر گناه دیگر که انسان مرتکب شود بیرون از بدن اوست، اما کسی که مرتکب بی‌عفتی می شود نسبت به بدن خود گناه می کند. آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید؟ به بهایی خریداری شده اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید. پولس در اول قرنتیان باب 6 آیات 9 تا 11 می نویسه: آیا نمی دانید که ظالمان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد؟ فریب نخورید. بی‌عفتان، بتپرستان، زناکاران، لواطگران، چه فاعل و چه مفعول، دزدان، طمع‌ورزان، میگساران، ناسزاگویان و شیادان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد. بعضی از شما در گذشته چنین بودید، اما در نام عیسی مسیح خداوند و توسط روح خدای ما شسته شده، تقدیس گشته و پارسا شمرده شده اید. برای همینه که انجیل عیسی مسیح اینقدر هیجان انگیزه. زندگی‌های احیا شده و دگرگون شده ایجاد میکنه. معجزه اینه که اونا تغییر کردن. هرچی که بودن الان دیگه نیستن. اونها شسته شدن، پاک شدن، اونها دوباره متولد شدن. این معجزه انجیل عیسی مسیحه. در اول قرنتیان باب 6 میبینین که چطور انجیل عیسی مسیح میتونه قدرت خدا برای نجات باشه که زندگی مردان و زنان رو تغییر میده و از طریق شهادت اونها بر کل جوامع تأثیر بذاره. بنابراین پولس به ما یادآوری میکنه و میگه بعضی از شما چنین بودید. اینها کلماتی قدرتمند در سطوح مختلف هستند. گفتن من اینطور بودم اما دیگه اونطور نیستم بیانگر قدرت تبدیل کننده انجیله و برای کسانی که در زندگی‌های مشابهی گرفتار شدن کلامی امیدوار کننده است. گفتن من اینطور بودم اما دیگه اونطور نیستم باید شما رو به داوری کامل تبدیل کنه. شما باید شفقت و درک داشته باشید. اما باید بدونین که چقدر تغییر کردن مهمه. کلمه کلیدی در اینجا بودنه. اونها اینطور بودن ولی دیگه نیستن. در پایان در نظر بگیرین آیا میتونین امروز درباره خودتون بگین که شما اون چیزهای تاریک و گناه آلود بودین اما دیگه اونطور نیستین؟ آیا اون نوع زندگی گناه آلود یک بودن چیزی مربوط به گذشته است یا هنوز در اسارت گناه زندگی میکنین؟ کلام خدا واضحه. آیا نمیدونین که افراد بی‌عفت در ملکوت خدا سهمی ندارن؟ اگه آزاد و تبدیل نشده این همین امروز نزد خدا بیاین و نو بشین. اما اگه نو شده این امروز در فیض خداوند شادی کنین و تمرین کنین که داستان اینکه خدا چطور زندگیتون رو تغییر داده رو تعریف کنین. گفتن داستان من اینطور بودم خودتون رو تمرین کنین و این هفته سعی کنین اون داستان رو با کسی در زندگیتون که فکر میکنین باید اونو بشنوه به اشتراک بذارین. باشه که خدا از طریق شما کار کنه تا کسی رو از تاریکی به روشنایی بیرون بیاره.